اصلاً در زبان تاجیکی مفهوم‌های پرچم و دیرفش از زبان‌های قدیمی مردمی ما سرچشمه می‌گیرد. از جمله اصطلاح پرچم کلمه سوغدی بوده معنای آویزه را دارد و واژه دیرفش در زبان اوستایی به شکل درفشه. اینچنین آن در زبان‌های فارسی میانه، پهلوی و سوغدی وامی خورد. هنوز در لیوای کوروش کبیر تصویر عقاب که نشانه قدرت و توانایی است نقش گردیده بود که آن پرچم رمزی یک دولت نیرومند زمانه به حساب می رفت. همچنین می توان از لیوای کاوه بزرگ یادآور شد که نشانه روشن میراثیت مبارزه و جانیساری های نیاگان ما می باشد.